بنابر از اینکه برادران ما تقاضا نمودن و ما الحمدلله خود ما مسلمان هستیم و یک وظیفه ایمانی و جانی ما است که درباره از با صحبت نماییم. الله سبحانه و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما به نعمت‌های الله سبحانه و تعالی شکرگزاری نمایید، الله سبحانه و تعالی نعمت‌های خود افزون می‌سازد و دیگر نعمت‌ها برای ما ان شاء الله رحمت‌های خود روان می‌کند. و اگر ناسپاسی نماییم و ناشکری نماییم، همین نعمتی را که الله سبحانه و تعالی، اگر نعمت هر چی باشد، صحتمندی باشد، تدریس باشد، تعلیم باشد، از هر نگاهی باشه، حتی اگر امروز استقلالی که ما الحمدلله داریم از امریکا گرفتیم و این کلان یک نعمتی است و کلان یک افتخار است به ما افغان ها که ما باید از الله سبحانه و تعالی شکرگزاری نماییم که ما الحمدلله توانستیم، مجاهدین ما توانستن این ناتو را شکست دادن، برای بیچارگی، برای پایه برهنهشان و یک قوت کسی که یک قلدر دنیا بود این الحمدلله شکست داد و این بسیار یک جای افتخار بر ما تمام ملت افغانستان است، نه تنها به قوم پشتون و نه تنها به قوم هزاره، نه تنها به قوم تاجک، بلکه یک افتخار به تمام مسلمین جهان است. علل خصوص یک افتخار است به ما مسلمانان الحمدلله که ما توانستیم استقلال خود را، استقلال که در حقیقت استقلال است که ما در حقیقت آزاد شدیم، از امریکا و از ناتو گرفتیم و باز هم الحمدلله باز ان شاء الله که جای شکرگزاری سپاسگزاری است که مجاهدین ما توانستن موفق شوند و ما این روز استقلال به تمام ملت غیور و شهید پرور افغانستان به تمامش از صمیم قلب تبریک میگویم. واقعا جای افتخار است.